حادثه شد که چند سرباز یکدیگر را لطوکوب کردند و نواری او پخش شد. ما همچو شهروند، همچو پدر، یعنی شما همچو مادر، ما همچو انسان، هیچ کس این حادثه را خوب نمیگوید. همه ما محکوم میکنیم این ننگ است، این نادرست است، این خوب نیست، این باید اصلاح شود. جوابگر باید به جوابگری کشیده شود. اینجا جای بحث است. اما اماش چی است؟ اما ما فرصت داریم که همین نوار باعث شود که چند نفر بگن که دولت شما هیچ، ملت شما هیچ، 30 سالی چی به دست نآورده، نه ارتش دارید، نه نیرو دارید. این مرزبانای ما چقدر قهرمانی کردن در همین جنگا. من همین ماهای گذشته رفته بودم، چقدر روحیه بلندی وطن دوستی اینجا هست. برای وطن حالی ما گپ میزنیم، اونا استاده خونشون جانشون در اون سرحد دادن. ما اینقدر قهرمان اونجا داریم. من حتی یک همسایه من خودم دیدم در اونجا یک بچه که در واروخ گفتن که اونجا مشکل است، بیا من جنرال گپ میزنم تا دوشنبه گذرونیم. گفتم نه، 2 همخدمت اونجا کشته شد. همین روحیه داریم، همین دستاوردها داریم. چقدر برنامه ها برای بهبود شرایط سربازان شده است. ما خودمون دیدیم رفتم. ولی همین وقت اجازت داریم که برای همین حادثه ما خیزم گوییم که ارتش ما هیچ، دولت ما هیچ، نظام ما هیچ، این راه دادن در کار است. ما میگیم که او جنایتکار جزای خود را باید بیند، این پدیده باید اصلاح شود، لیکن جایگاه دولت، جایگاه ملت، جایگاه ارتش، جایگاه نیروهای نظامی، جایگاه نیروهای مرزبانی، قهرمانی و باید در ذهن ما خدشه‌دار نشود. این مسئله اصولی است، این خط سرخ است. برای ما میخواستم که در اون مسئله تبلیغات همین خط سرخ رعایت شود. ما اون جایی که محکوم میکنیم مشخص است، ولی اون جایی که ایستاده ایم در حمایه میکنیم او مشخص است.